مردم محتاج منتظر چند پاره نان. وضع نابسامان بشری افغانستان بعد آمدن طالبان به قدرت در ماه اوگوست و قطع کمک‌های بشری و دستنورس کردن پل‌های افغانستان در خارج بدتر شد. بیخی دیگه وضعیتم خراب است. پیش از خوبم یک لقمه نان ما نه چیز میافتم. این مشاورم که دنمی عمل شد دیگه بیخی زندگی ما خراب شد. تا حد شد که دخترک ما میبرم مفروشم. ما گریان ناله گفتم نه از من دیگه چی مان غیر خداوند این مشتکاکای. دیگه یارم بری فروش با ما زندگی چی به درد میخوره. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته قراری را امضا کرد که اجازه می‌دهد نصف از 7 میلیارد دلار پول‌های بانک ملی افغانستان برای کمک‌های بشری خرج شود. نصف دیگر پول را در آمریکا برای جبران احتمالی به عائله‌های قربانیان حمله‌های 11 سپتامبر نگه می‌دارند. طالبان که آن زمان افغانستان را در دست داشتند، اسامه بن لادن طرح‌ریزی حمله‌ها را پنهان می‌کردند. یک مقام رسمی ایالات متحده به صدای آمریکا گفت 3.5 میلیارد دلار تا زمانی بررسی پرونده‌های دعواگران جبران دستنورس می‌ماند. این پول مردم افغانستان است، نه پول طالبان. دستنورس کردن آنها و تقسیم پول بر اساس محاسبات داخلی درباره نقش آمریکا در رسیدگی به وضع بشری و بحران اقتصادی در افغانستان به مردم اینجا پیام نادرست می‌رساند. طالبان هم قرار را تنقید کردند. محمد نعیم سخنگوی طالبان در توییتر نوشت که دزدیدن پول‌های مردم افغان که امریکا دستنورس کرده است، پایین‌ترین سطح اخلاقی و انسانی امریکا را نشان می‌دهد. طالبان که حکومت را با زور گرفتند هیچ حق صحبت درباره ارزش‌های اخلاقی را ندارند، میگوید حسین حقانی، مدیر بخش آسیای جنوبی و مرکزی در پژوهشگاه هدسون. آنها سعی دارند پول را بگیرند که هیچ حقی برای آن ندارند. این پولها در زمان جمهوری افغانستان جمع شدند که طالبان دائما با آن می جنگیدند. طالبان هیچگاه ارسال کمک‌های بشری به جمهوری افغانستان را خوش نداشتند. برای همین گفتن آن که این پول مردم افغان است درویگی است. برت ایگلسون پسر یکی از قربانیان حمله‌های 11 سپتامبر میگوید بسیاری از عائله‌های قربانیان خرج پول‌های دستنورس شده برای مردم افغانستان را طرفداری می‌کنند، اما به قول او به اختیار دادگاه گذاشتن حق تقسیم جبران سبب دعوا بین عائله‌ها می‌شود و نادرست و ناعادلانه است. حالا معلوم نیست حکومت بایدن چگونه 3.5 میلیارد دلار را برای کمک‌های بشری در افغانستان خرج می‌کند.